با چه روش‌هایی میتونید به فنلاند مهاجرت کنید و اقامت دائم بگیرید؟ بهترین شهرها برای مهاجرت به فنلاند کدومان؟ مزایا و معایب زندگی در کشور فنلاند چیه؟ برای اینکه جواب این سوالاتون رو بگیرید تا پایان ویدیو همراه ما باشید. فنلاند یکی از کشورهاییه که بالاترین نرخ کیفیت زندگی و همچنین بالاترین سطح کیفیت شادکامی در دنیا رو داره. روش‌های مهاجرتی مختلفی هم برای ورود به این کشور تعبیه شده، از جمله مهاجرت‌های کاری، تحصیلی و سرمایه‌گذاری. با تحصیل در کشور فنلاند میتونه خیالتون راحت باشه که توی برترین نظام آموزشی دنیا دارید تحصیل میکنید و پس از پایان تحصیلتون هم در کشوری که نرخ بیکاری پایینی داره میتونید 1 سال به دنبال کار بگردید و با کار پیدا کردن در این کشور به اقامت دائم برسید. فنلاند برای مهاجرت کاری هم راههایی رو تعبیه کرده. برای افرادی که متخصص هستند یا افرادی که به دنبال مشاغل فصلی میگردن یا درخواست دریافت ویزای جاب سیکر رو دارن میتونن به راحتی برای این کشور اقدام کنن. در ضمن این کشور از سرمایه‌گذاران خارجی هم حمایت میکنه. اگر یک طرح تجاری قوی و قابل دفاع دارید و حداقل 350,000 یورو میتونید با خودتون به این کشور بیارید، کشور فنلاند از شما استقبال میکنه. از بهترین شهرهای فنلاند میشه به اوولو، تامپره، هلسینکی و تورکو اشاره کرد. اگر میخواید مزایای مهاجرت به هر کدوم از این شهرها رو بدونید، میتونید به سایت ما سر بزنید. حالا بریم سراغ این که چجوری میتونیم اقامت دائم فنلاند رو به دست بیاریم. اگر شما 4 سال در این کشور زندگی بکنید، میتونید